یک میدم پایین به عنوان خط نشونه برای درم به اندازه 1 برای ورودی این قسمت اومدم اون خط رو ایجاد کردم. یه کابینتی داریم یا حالا اوپنی هستش 25 سانتی متر. این خط رو او اینتر میکنم ممیز 25 سانتی متر به این شکل و میام اف اینتر یا اکستند فرق نمیکنه، میتونیم از هر دوشون هم استفاده بکنیم. از EX استفاده میکنم، EX اینو میچسبونم به اینجا، از دستور تریم استفاده میکنم و این قسمت رو اینجوری پاکش میکنم و این رو هم دوباره با EX میچسبونم اینجا. این خط نشونم هم میتونم دیلتش بکنم. حالا این خطم نداریم، این خط رو هم باز با این فیلتش میکنم، دوباره این خط رو هم با این فیلتش میکنم. به راحتی تونستیم این کار رو انجام بدیم. به عرض 60 دوباره این کنار کابینت داریم، میتونیم اونم ترسیمش بکنیم. این خط رو آفست میکنم 60، این خط رو هم آفست میکنم 60 به بالا، دوباره اف اینتر، این با این فیلت بشه و این قسمت پاک بشه و اینم پاک بشه. دوباره این قسمت هم میتونم با تریم پاکش بکنم، تی آر به این شکل پاک بشه و دقیقا همون شکلی باشه که توی تمرین ششممون وجود داره. مرحله بعدی بهتره که بیایم برای پلمون چیکار بکنیم؟ یه دونه خط حرکت ترسیم بکنیم. خب من دقیقا خط وسط پله رو ترسیم کردم، میخوام چشم پله رو هم ترسیم بکنم. چشم پله معمولا 10 سانته، میام 5 سانت به راست 5 سانت به چپ و خط وسط رو پاک میکنم. دوباره با استفاده از دستور تریم وسطش رو پاک میکنم به این شکل. خب حالا میخوام خط حرکت پلم رو ترسیم بکنم. اولین کار چیه؟ میرم لایه‌ام رو میذارم مثلا روی لایه مثل لایه 0، ال اینتر رو میزنم. خب دقت بکنید من میخوام از مرکز اینجا ترسیم بکنم، درسته؟ ولی مرکزش رو به هم نمیده، مرکز رو اینجا نمایش میده. چرا؟ چون این خطم یه خط یه سره هستش. دکمه شیفت رو نگه میدارم، یه راست کلیک میکنم، گزینه سوم رو میزنم مید بیتوین تو پوینت. یعنی چی؟ یعنی بهت 2 تا نقطه معرفی میکنم، بیا بین این 2 تا نقطه‌ای که من معرفی کردم رو به هم نشون بده. مید بیتوین تو پوینت رو میزنم و میام یک کلیک اینجا یک کلیک اینجا، وسطش رو به هم میده. صاف میام پایین تقریبا تا این وسطاش میام، برمیگردم و دوباره از اینجا برمیگردم و میکشمش بالا و با دستور تریم اضافهش رو پاک میکنم. ابتدای خط حرکتمون یه دایره داریم به این شکل و انتهاش چی داریم؟ یه دونه فلش داریم که اینم به این شکله، به این شکل و میتونم قرینش رو بگیرم MI اینتر نسبت به اینجا و به این شکل فلشه یا خط حرکت هم ترسیم بشه. خب دیگه چی داریم؟ دیگه ستونا رو داریم، بریم ستونا رو با هم ترسیم بکنیم. برای ستونا میتونم بیام یه لایه جدیدی ایجاد بکنم که حالا من ندارمش، یه لایه جدیدی ایجاد میکنم به اسم کالم و رنگش هم میذارم مثلا روی یه رنگ این شکلی فرض مثال. برمیگردم یه مربع میکشم با دستور رکتنگل، البته روی لایش نبودیم، REC اینتر ممیز 2 دهم و ممیز 2 دهم به این شکل میام یک کپی ازش میگیرم. ابتدا 4 گوشه ساختمون ما چی داریم؟ ستون داریم، یه دونه اینجاها داریم، یه دونه اینجاها داریم، درسته؟ میام نگاه میکنم
4 گوشه ساختمون، یه دونه این قسمت، یه دونه این قسمت چسبیده به دیوارمون. پس در نتیجه من باید بیام اینو بگیرم با دستور موو بیارمش بندازمش اینجا و اینم بگیرم بندازم کجا؟ این قسمت. اوکی؟ اینم از بحث ستونمون. چی موند بحث آکس بندی موند. برای آکس بندی میام لایه آکس رو انتخاب میکنم، ال اینتر رو میزنم، از مرکز این ستون ها یه خط گمتری تایپ میکنم به این شکل. میام یه دایره هم براش ترسیم میکنم، مثلا به شاید 2/10 ام اینتر میگیرم میذارمش این قسمت. با استفاده از دستور تکست میام اینجا یه شماره رو می نویسم که شماره 1 است. آکس بعدیمون رو میام از همین کپی میگیرم سی او اینتر میارم میذارم وسط این و میام میذارم وسط این، یه دونه میندازم کنار میچرخونمش آر او اینتر به این شکل و با دستور موو میارم میذارمش اینجا، دوباره یه کپی ازش میگیرم و میارم قرار میدم توی قسمت پایین. خب اینم از آکس بندمون. حالا موند این اعداد رو درستش بکنیم. بچه‌ها یه دستوری بهتون میگم، اول میاید به ترتیب سلکت میکنید اعداد رو. اوکی؟ بعد از اینکه سلکت کردید دستور TCO رو میزنید، اصطلاحاً بهش میگیم T count. روش یه اینتر میزنم، بعد از اینکه دستور رو تایپ کردم یه اینتر میزنم. میگه که بیام به صورت در جهت X اعداد رو تغییر بدم، در جهت Y اعداد رو تغییر بدم، یا به صورتی که خودت انتخاب کردی بیام اعداد رو تغییر بدم. من میگم به ترتیبی که من انتخاب کردم بیا تغییرش بده. روش یک کلیک. دقت بکنید اولین عدد عدد شروع ماست، دومین عدد عدد ترتیب ماست. یعنی چی؟ یعنی اگه من 1 و 1 بنویسم عدد شروع من 1 میشه و 1 به 1 بهش اضافه میکنه. حالا من 1 و 1 رو اینتر میزنم و اووررایت رو میزنم، به همین راحتی اعداد رو خودش برام به ترتیب شماره گذاری کرد. میام این قسمت، این فکر کنم باید A باشه و اینم باید B باشه. خب دیگه چی موند؟ یه دونه کمد 30 سانتی هم اینجا داشتیم. حالا نمیدونم کمد داکته دقیقا میخوام این شکل باشه دیگه. خب موند اندازه گذاریمون. میام روی دایمنشن و تایپ میکنم DIM. میتونم یه دونه از این قسمت به این قسمت اندازه بزنم که 7 تا 20 بود، یه دونه از این آکس به این آکس اندازه بزنم، یه دونم از این آکس به این آکس اندازه بزنم که 5 بود. اندازه های داخلمون هم میتونیم بزنیم، از اینجا به اینجا 2.20 بود، از این قسمت به این قسمت 2.40 و از این قسمت تا این قسمت هم باید 2.5 باشه. اوکی؟ یه دونم به این آکسمون بزنیم که 5.80 هستش. خب موند لولمون. برای لول هم میام لایم رو تغییر میدم، یه دایره میکشم از این قسمت، یه خط میکشم از مرکزش به این شکل و دوباره یه خط میکشم از اینجا به این شکل. H اینتر رو میزنم، یه کلیک اینجا که هاشور بزنه و یک کلیک اینجا که هاشور بزنه. هاشور هم سالید میکنم که خط لولم معلوم باشه. میام DT رو تایپ میکنم، دستور متن فعال میشه یا تکست. تایپ میکنم مثبت 8 و 50 مثبت 5 و 50 و مثبت 2 و 50 اگر اشتباه نکنم. انتخابشون میکنم با دستور موو یه ذره جابجاشون میکنم به این شکل. پلانمون تکمیل شد. دیگه چی موند؟ یه دونه خط برشمون موند. خط برش رو هم میتونیم به راحتی ترسیمش بکنیم. یه خط میکشم از اینجا
و میتونم این خط رو بیام یه ذره پایین تر، دوباره رفت روی خط حرکت پله یه ذره بالاتر، انتخابش میکنم، میام از این قسمت آدر رو میزنم، لود رو میزنم و انواع خطوط رو اینجا من دارم که میتونم ازشون استفاده بکنم. مثلا برای خط برش بهتره که از خط نقطه استفاده بکنیم، این خط یا آره همون بهتر بود. این خط رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم، میاد توی لیستم. خطم رو انتخاب میکنم، کشو رو باز میکنم و به این شکل انتخابش میکنم و ترسیم میشه. این هم میشه خط برشمون. حالا میتونیم البته ابتدا و انتهاش دوباره یه دایره قرار بدیم که به عنوان خط برشمون شناخته بشه، یا حتی میتونیم اسم خط برشمون رو بنویسیم، مثلا بیایم برش AA رو اینجا قرار بدیم. حالا اینا رو هم باید بچرخونیم، من یادم رفت بچرخونم. و برش BB، البته آکس BB بود. میام یک کپی از این A میگیرم، میذارمش اینجا، یه دونه هم میذارم اینجا و میتونید حالا بهش جهت هم بدید دیگه، جهت برشتون هم معلوم باشه به این شکل. یه ذره پیشرفته ترش کردیم دیگه ما. خب میرورش میکنم دقیقا بیاد بیفته روی اون یکی دایره هم. خب این شد به اصطلاح نقشه‌ای که توی تمرین ششم داشتیم. به راحتی اومدیم با استفاده از همون دستورایی که یاد گرفتیم، با استفاده از همون لایه بندی هایی که یاد گرفتیم، به راحتی ترسیمش کردیم. ازتون میخوام شما هم این تمرین رو انجام بدید و اگر ایرادی و اشکالی داشتید از طریق کامنت یا از طریق حالا پیج اینستاگرام یا گروه های تلگرامی که داریم، گروه رفع اشکال اتوکد، بیاید ایراداتتون رو بپرسید و هر سوالی داشتید بپرسید که اشکالی نداشته باشید و بتونید با سرعت بیشتری پروژهتون رو پیش ببرید. ممنونم که تا اینجای کار همراه من بودید. اگه این تمرین‌ها برای شما مفیده به دوستانتونم بفرستید و کانالمون رو سابسکرایب کنید و لایک و شیر و کامنت هم یادتون نره که من انرژی بیشتری بگیرم و براتون ویدیوهای آموزشی بیشتری رو قرار بدم. متشکرم.